ارث خامنه‌ای و حسن مجتبی نیست این کشور مال ملته. یه روز ملت خواستن قدرت رو دادن دست شما به عنوانی که خدمتگزارشون باشید. الان دیگه این خدمتگزار رو نمیخوان. شما هم موظفید با همون احترام بیایید و زانو بزنید در مقابل ملت، قدرت رو به اونها پس بدید. هر کسی که اونها خواستن، هر کسی که اونها انتخاب کردن. شما میگید نه ما حتما باید خدمتگزار باشیم. مردم خدمتگزاری شما رو دیدن، امتحان کردن، نه 1 سال و 2 سال، 46 سال، و میگن ما این خدمتگزار رو نمیخوایم. هر جا پول نفت و چاپیدن و فامیل بازی و بچه ها رو بفرستید در بهترین کشورهای دنیا با مرفه ترین حال زندگی بکنن، اونجا شما خدمتگزارید. اما اونجایی که فقر، بدبختی، گرفتاری، کارگر نان نداره برای خانوادش ببره، تاجری که مستعسل مانده از انجام کارهای تجاری خودش، اون صنعتگری که اشک میریزه وقتی کارگر 25 ساله زحمت کشیده خودشو میخواد اخراج بکنه، اون معلم، اون پرستار، اون دکترهای ما، اون نخبگان ما که همه دارن از کشور مهاجرت میکنن، شما اونجا کجا هستید؟ چرا اونجا خدمتگزار نیستید؟ چرا در این آب و برقی که مردم ندارن شما خونهاتون برقاتون قطع میشه، ملت هم چه خدمتگزاری نمیخوان؟ اما مردم ایران یک راه دارید. من به عنوان یک کهنه سرباز، به عنوان کسی که سالها در همین نظام جمهوری اسلامی وایسادم، کار کردم و تمام زوایاشو میشناسم، تمام این 46 سال آموزش هایی که دیدم، در یک کلمه جوانها به شما میگم کار باید به دست شما انجام بشه. اما از تجربه ماها استفاده کنید. یک کلمه، همه برای یکی، یکی برای همه. پشت سر یک نفر باید حرکت کنید. ما اگر در جنگ پیروز شدیم برای اینکه یک حرف میشنیدیم، یک هدف داشتیم، همیشه پیروز میشدیم؟ نه خیر، این داستانا رو باور نکنید، بارها شکست میخوردیم. اما اراده انجام کار وقتی انسان داشته باشه، بپذیریم یا نه، این یک واقعیت. زندگی حق آدم‌های قدرتمنده. اگر ضعیف باشیم دماغ ما رو به خاک میمالن. برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی، که در مرام طبیعت ضعیف پامال است. و ضعیف موقعی میشه که کشورت ضعیف باشه. ضعیف موقعی میشه که هموطنت رو تنها بگذاری. اگر به یکی ظلم کردن شما سرتو برگردونی. یکی برای همه، همه برای یکی. امروز در سالگرد یک دختر مظلوم هستیم، مرحومه مهسا امینی که با ظلم کشته شد. چقدر جوانهای غیور آمدن اعتراض کردن. اعتراض حق ملته. حاکم رو عوض کردن هم حق ملته، حکومت رو عوض کردن هم حق ملته. زدن، کشتن، کور کردن این جوانها رو، اما شجاعانه ایستادن. امروز میخواید آدرس اونها رو بگیرید، تو زندانها هنوز پرن اونهایی که در نوبت اعدام هستن، اما محکم ایستادن. محکم ایستادن. تنها سلاحی که اینها امروز دارن عزیزان، هموطنان من، ایجاد تردید و تفرقه بین شماست. یک پرچمدار برای آزادی انتخاب کردید، پشتش بایستید تا آزاد کردن ایران، و بعد خودتون انتخاب بکنید که چه حکومتی باید بر ایران حاکم باشه. این تنها رمز پیروزیه. نه به صحبت‌ها، نه به فلسفه بافی‌ها، نه به این دانشگاهی های اجاره‌ای، نه به این آخوندهای اجاره‌ای. به هیچ کس گوش نکنید. یک دهان رو ببینید، به خدا پیروزید. من از درون اینها خبر دارم. هفته گذشته با یکی از دوستان سردارم صحبت میکردم، گفت به خدا اونها بیشتر منتظرن که این نظام سقوط میکنه تا مردم ایران. زن و بچه هاشون فرستادن، پولها و دلارها رو فرستادن، فقط منتظر اون روز واقعه هستن که خودشون هم برن. ملت معطل چه هستید؟ جوانها از چه ترسیدید؟ هزینه ها داده شده. اون دوستان شما، این عکس های زیبایی که میبینید از جوانهای این کشور که همچون سرو، همچون پهلوانان، آزادگان، دلاوران به خاک افتادن، اما حاضر نشدن زیر بار زور و ظلم زندگی کنن، هزینه ها رو اونها پرداخت کردن. امروز شما باید میوه آزادی رو بچینید. آماده اید؟
این گوی و این میدان. ما پیران کارآزموده، ما کهنه سربازان، ما هزاران که عزیزان از اقصا نقاط ایران به من پیغام میدن، رزمندگان، همسنگران، شهدا که همه آماده هستند در کنار شما جوانها یک بار برای همیشه این غارتگران حاکم بر کشور رو که مال مردم رو میخورن و مردم رو میخوان به زنجیر بکشن، یک بار برای همیشه به زیر بکشیم و نشان بدیم که ایران ایرانی صبوره، نجیبه، مظلومه، اما آن روز که برسه هر قدرتی رو به زیر میکشه و نمیگذاره که ایران رو به ویرانه تبدیل کنن. محال است ایران که ویران شود، کنام شغالان و گرگان شود. همه باید صف به صف، دست به دست، اما راه این بازو به بازو شدن زنها و مردها، جوانان و پیران اینه که یک رهبر داشته باشید. همیشه سنت تاریخی ایرانیان این بوده که یک رهبر داشتن. من از همه شما میخوام در همین روزها برید داستان کیخسرو رو در شاهنامه بخوانید، ببینید ایرانیان چگونه تغییر میدادن. ایرانیان از اون آتش گرفتاری ها و مشکلات چگونه خودشون رو نجات میدادن. وقتی یک نجات بخش با عنوان پرچم، به عنوان رهبر، به عنوان محور، نه به عنوان حاکم، نه به عنوان کسی که بخواد بر اونها ستم بکنه، به عنوان نماد انتخاب میکردن، پشت سر او همه در یک صف می ایستادن و مشخصه که اینجا پیروزی قطعیه. پس بیایید در کنار هم با هر عقیده و فکری که هستیم، از اونهایی که دنبال ایجاد رفرم و تغییرات داخلی هستند تا اونهایی که تغییر حکومت و سقوط این حکومت رو میطلبند، بدانید همه با هم ائتلاف کنیم، خواهید دید که این میوه رسیده در دسترس ملت و به زودی به عنوان یک داور تاریخی به شما این رو عرض میکنم، به زودی میوه پیروزی رو خواهید چید و کشور ما مانند همین کشورهای اطراف، ببینید دوستان، ما لازم نیست خیلی راه دوری بریم، همین کشورهای کوچک اطراف ما مردمشون چه زندگی سعادتمندانه‌ای دارن. چرا ما باید در آتش کینه و نفرت یک عده انسان بیخرد بسوزیم؟ چرا ما باید در آتش نفرتی که بی انتهاست و بی مبدأ و ما نمیدانیم، یک ملت مشغول زندگی بودیم، ناگهان این نفرت در ایران رو شکست و وارد شد، با فریب عده‌ای به زندگی ما وارد شد و زندگی ما رو به خاکستر تبدیل کرد. این آتش نفرت چرا ما باید درش بسوزیم؟ ما و هم نسلان ما که سوختیم، جوانان شما نسوزید، پدران و مادران نگذاریم فرزندان و نوه های ما هم بسوزن. امروز روزی است که ندای ملی بلند شده، امروز روزی است که یک پرچم برافراشته شده، امروز روزی است که یک نجات بخش برای ملت پیدا شده و این فرصت تاریخی است. این همون پر سیمرغی است، آخرین پر سیمرغی است که نجات بخش زخمهای رستم ملت ایران خواهد بود. پاینده ایران، زنده باد ایران و ایرانی، پیروز باد ایران.